یادم کلاس سوم دبستان بودیم و قرار بود یه عکس دست جمعی از ما بندازن. عکس دست جمعی برای این بود یا همیشه طبق رسم مدرسه ما آخر سال ازمون یه عکس دست جمعی مینداختن. ما هم که خوشحال بودیم آخر ساله رفتیم تو صف وایسادیم که مدرسه داشت تموم میشد دیگه. تو صف وایسادیم که عکسمون رو بندازیم. ولی من چون صبرم خیلی کم بود و صفم خیلی طولانی بود تا همه بچه‌ها عکس رو بگیرن، پاشدم رفتم یکم فوتبال بازی کنم با اون بچه‌هایی که عکسشون رو انداخته بودن. منم شروع کردم فوتبال بازی کردن. دیدم یه نیم ساعت گذشت و رفتم سر صف دوباره وایسم که برم عکسو بگیرم. ولی یهو دیدم همه بچه‌ها رفتن، بیشتر بچه‌ها نیستن. بعدش رفتم معلممون برگشتم گفتم خانم میشه منم تو عکس دست جمعی باشم؟ گفت نمیشه، همه بچه‌ها رفتن. منم که از ترس ریده بودم به خودم رفتم گفتم خانم خب یه کاریش میشه بکنید. گفت شاید بتونم با ادیت در بیاریم. یه عکس تکی همه انداختن و دیگه نتونستم منو تو ادیت بذارم و من اون روز کتکم از مامانم خوردم. ولی تو این ویدیو رو لایک کن.